با حذف این 3 مورد از خونتون فقر و بدبختی و مشکلات رو از زندگیت بیرون کن. 3 موردی که اگه تو خونتون داشته باشی مانع ورود پول و ثروت به زندگیت میشه. پس هرچه سریعتر این 3 مورد رو شناسایی کن و از خونتون دورش بکن تا بتونی راه ورود انرژی و ثروت و فراوانی رو به خونت باز بکنی. در آخر هم 4 مورد از کارهایی که باعث میشه انرژی مثبت و فراوانی وارد خونتون بشه رو بهتون میگم تا با انجام دادنش انرژی مثبت و عالی فراوانی رو وارد خونتون بکنید. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش تا این 3 مورد سمی رو شناسایی کنی و بلافاصله از خونتون پاکشون کنی. از لحاظ فنگ شویی هر چیزی که توی منزل و خونتون نگه می‌دارید مستقیما روی شرایط زندگیتون تأثیر میذاره و باعث فقر یا ثروت توی زندگیتون میشه. شما قبل از هر چیزی باید ایمان و باور داشته باشید که محل زندگیتون، محل سکونتتون یه جای مقدس و امنه. برای اینکه به این باور برسید باید از جملات تأکیدی مثل خونه من مکان پر انرژی و مقدس من هستش استفاده بکنید تا کم کم جزوی از باوراتون بشه. وقتی این عبارات رو تکرار میکنید ملکه ذهنتون میشه و وقتی که ملکه ذهنتون بشه که خونه‌تون مکانی مقدس و امن برای شما هستش، به صورت ناخودآگاه سعی میکنید بهترین ها رو برای مکان مقدس و امنتون تهیه و فراهم بکنید. ولی بعضی اوقات اثر ناآگاهی و ندونستن بعضی از وسایل و اشیا رو نگه می‌داریم که باعث میشه انرژی توی خونمون مسدود بشه و مانع رسیدن انرژی فراوانی و ثروت در زندگیمون بشه. اولین چیزی که باعث انسداد انرژی در منزل و خونمون میشه نگه داشتن عروسک‌ها هستن. برای مثال عروسک‌هایی که هدیه گرفتید. عروسک‌هایی که از زندگی قبلی یا رابطه‌های ناموفق گذشته‌تون به جا مونده، سرشار از انرژی منفی اون فردی است که اونو به شما هدیه داده. و دائما این انرژی منفی در حال پخش شدن در مکان مقدس شما هستش. این عروسک‌ها انرژی منفی اون رابطه یا اون فردی که برای شما هدیه گرفته رو تو خودش ذخیره کرده و نگه داشته و مرتباً در حال پخش کردن اون انرژی منفی در مکان زندگی شما هستش. این اشیا و این عروسک‌ها باعث حس و حال منفی در شما و زندگی شما میشه. و شما باید سریعاً این عروسک‌ها یا این اشیا رو که از افراد منفی هدیه گرفتید که به شما حس و حال خوب نمیدن رو شناسایی کنید و حذفشون کنید. دومین چیزی که باعث انسداد انرژی در مکان مقدس شما میشه، لباس‌های بلا استفاده و قدیمی هستن. لباس‌هایی که خیلی وقت از اونها استفاده نکردید. لباسی که شما می‌پوشید نشان دهنده شخصیت و لول و فرکانس شما هستش. شما ناخودآگاه با طرز پوششتون به محیط و اطرافیانتون میگید که در چه سطح و در چه لولی زندگی میکنید. برای مثال، اگه شما لباسهای کهنه یا پاره میپوشید، ناخودآگاه این پیام رو ارسال میکنید که لیاقت من این لباسهای پاره و کهنه‌ای هستش که من میپوشم و لباسهای بهتر از این در سطح من نیستش. این موضوع شامل تمامی لباسهایی هست که شما میپوشید. از جوراب و لباس سیر گرفته تا لباس بیرون و مهمونیتون. همه این لباسها باید خوب و عالی باشن. کمد شما، سبک زندگی و ارزش شما رو نشون میده. لباسهایی که شما میپوشید باید به شما حس و حال خوب بده. صرفاً نباید لباس هاتون مارک یا برند باشه. فقط کافیه که به شما حس خوب بده و تمیز و مرتب باشه. شما با بخشیدن لباسهای اضافتون باعث میشید که انرژی ثروت و فراوانی به خونه شما برگرده و باعث حال خوبتون بشه. سومین موردی که باعث انسداد جریان انرژی و فراوانی در خونتون میشه، ظروف لب‌پر و شکسته شده در آشپزخونه هستش.
ظروف شکسته شده و اضافه در آشپزخونه‌تون به شدت مانع رسیدن انرژی فراوانی به خونه و زندگیتون میشه. آشپزخونه قلب خونه است و پتانسیل بسیار زیادی برای جذب انرژی فراوانی و ثروت داره. پس به هیچ عنوان نباید از ظروف اضافه و شکسته شده یا لپر در اون استفاده بشه. چون این ظروف به شدت مانع جذب ثروت و فراوانی میشه و علاوه بر اون انرژی‌های مثبتی که در منزل وجود دارن هم از بین میبره. برای اینکه این انرژی‌های مثبت رو به خونه و آشپزخونه‌تون برگردونید، فقط کافیه وسایل اضافه و لپر شده و شکسته شده رو از آشپزخونه‌تون حذف کنید و جایگزین مناسبی برای ظروف آسیب دیده پیدا کنید. با این کار انرژی رو توی آشپزخونه‌تون به گردش در میارید و باعث میشید که ثروت و فراوانی به خونه‌تون برگرده و از فقر و بدبختی دور باشید. علاوه بر حذف این چند مورد، شما میتونید با انجام این چند کار ساده انرژی رو چند برابر به سمت خونه‌تون هدایت بکنید. اولین کار پاک کردن گرد و غبار از سطوح و وسایل خونه‌تون هستش. شما با تمیز کردن مرتب خونه‌تون میتونید انرژی رو به سمت خونه‌تون هدایت بکنید. دومین کار تابش نور خورشید به داخل خونه‌تون هست. شما میتونید با کنار زدن پرده و باز کردن پنجره در طول روز انرژی مثبت خورشید رو به سمت داخل خونه‌تون هدایت بکنید و باعث گردش انرژی در خونه‌تون باشید. انرژی خورشید به شدت فرکانس‌های منفی و انرژی‌های منفی رو پاکسازی میکنه. سومین کار نگهداری گل‌های آپارتمانی در منزلتون هست. با این کار حس و حال مثبت و عالی در محل زندگیتون منتشر میکنید و فرکانس خونه‌تون رو بالا میبرید. چهارمین کار گوش دادن به موسیقی‌های شاد و آرامش بخش در محل زندگیتون هست که باعث میشه انرژی مثبت و انرژی شادی توی خونه‌تون پخش بشه.